منوی بعدی اینزرت است که با توجه به هر محیط تغییرات توش اعمال شده که اکثر تولبارهای هر محیط تو قسمت اینزرت هستن که حالا بعدن که محیط پارت شروع کردیم بیشتر آشنا میشیم که در صورت اصلی که مشاهده میکنید اکثر اینا تو این تولبارهایی که تو ورکبنچ پارت دیزاین چیدید قابل مشاهده است. تولز هم بازی سری امکانات عمومی داره، یه سری امکانات خصوصی با مربوط به همون محیط. فرمول که دریچه به محیط پارامتریک ماست، ایمیج برای عکس گرفتن ماست مثلا به این حالت که کپچر داریم، آلبوم داریم، ویدیو داریم. کپچر برای عکس گرفتن، در این صورت پنجره که باز میشه که شامل 6 تا آیکونه که ابتدا با آیکون پرپرتیز از سمت چپ سومی تنظیمات پرپرتیز کپچر رو تنظیم میکنیم. جنرال شو بنر کپچر مورد جیومتری و رنگش میتونیم تنظیم کنیم. پیکسل کیفیت میتونیم تنظیم کنیم. ویت بک‌گراند مثلا با بک‌گراند سفید باشه، بدون بک‌گراند باشه. آنتی آلاینزینگ، تنظیمات، وکتور. بعد از تنظیمات میتونیم عکس بگیریم. عکس گرفتن ما دو تا حالت داره، فول اسکرین بگیره این حالت یا با توجه به تنظیماتتون بگیره یا به اصطلاح بدین صورت بگیره که بیشترین کاربرد همین آیکون داره که با فشار دادن کپچر بدین صورت که شما مشاهده میکنید ازتون عکس میگیره. قسمت بالا اولی دلیت، دوم سیو که با فرمت خیلی زیاد میتونید ذخیره کنید. عنوان نمونه جی پیجی که مشاهده میکنید سه تا فرمت داره، فیل، مدیوم، های کوالیتی. یکم داره نرم افزار امکانات داره. پرینت از همینجا میتونید به پرینتر ارسال کنید، کپیش کنید. در این قسمت به آلبوم اضافه کنید. دقت کنید تو تمپکتی خودش آلبومی داره که با اضافه با کلیک روی آیکون میتونید این عکس رو بدون که ذخیره بکنید به آلبوم اضافه کنید یا اینکه از آلبوم خارج شه. میتونید تنظیماتتون تنظیم کنید و مثلا من یه رنگی میخوام، اوکی، این حالت هم به آلبوم اضافه میکنم و دستور تمام. قسمت دوم ایمیج آلبوم. دقت کنید عکسایی که من اینجا از قبل داشتم. قسمت آخر ویدئوست که برای فیلم برداریه با فرمت AVI. بازم ابتدا پرپرتیزش تنظیم میکنیم. فرمت فایل ما چی باشه، کجا ذخیره کنیم، با چه فرمتی. اتوماتیک فایل نیم که اسم فایل رو به اتوماتیک عوض میکنه. کپچر میگه چه حالت کپچر میخوایم بکنیم. داکیومنت ویندو اریا فول اسکرین فیکس اریا که فیکس اریا که فعال کنیم میتونیم حالتهایش رو تنظیم کنید که برای ویدیو یا اسکرین یا کاستومایز باشه. مووی برای تنظیمات کیفیت فیلم، تعداد فریماتون یا کمپرسورتون چجوری باشه و چه نرم افزاری باشه، کیفیت چجوری باشه، تعداد فریم و دیتا ریتون چجوری باشه. با اوکی
و ویدیو پراپرتیز که اوکی کنید با کرییت رزوم مووی رکورد که بزنید شروع به فیلم برداری میکنه که هر کاری که با مانیتور انجام میدین فریم به فریم اصلا فیلم برداری خواهد کرد که استوب و استاپ داره. استوب و پاز هم داره. بعد از فیلم برداری می توانید با آیکون آخری که بعد از فیلم برداری روشن میشه فیلمتون رو مشاهده کنید.